یه دختر فقط با چند تا عکس از خودش توی اینترنت توی 2 روز یه خونه $1,000,000 خرید، ولی 3 ماه بعد ناپدید شد. هیچ کس نمیدونه کجا رفت. بعضیا میگن خودش فرار کرد، بعضیا میگن مجبورش کردن و یه عده میگن هنوزم داره برای یه نفر دیگه کار میکنه. پلتفرمی که همه چی از اونجا شروع شد، حالا تبدیل شده به یکی از بحث برانگیزترین سایت‌های دنیا. جایی که میتونی با بدنت پول بسازی، ولی شاید در ازاش همه چی رو از دست بدی. اسمش OF، جایی که میلیون‌ها نفر به امید آزادی واردش شدن، ولی خیلیاشون با ترس، افسردگی و پشیمونی ازش بیرون اومدن. بعضیا باهاش میلیونر شدن، بعضیام جونشون رو از دست دادن. حالا سوال اینه، چی توی این پلتفرم هست که هم وسوسه کننده است، هم ویرانگر؟ چطور یه سایت ساده تونست ذهن و زندگی یک نسل رو عوض کنه؟ قبل از اینکه بریم سراغ ماجرا، با ما همراه باشین. امروز با یه داستان عجیب دیگه از پارسی همراهتونیم. سابسکرایب کنین و با زدن زنگوله قبل از همه از ویدیوهای جدید ما با خبر بشین. OF مثل یه رویای شیرینه، یه پلتفرم ساده که هر کسی میتونه عکس یا ویدیوی خودشو بفروشه و ازش پول در بیاره. فقط کافیه یه حساب بسازی، چند تا پست بذاری و یه عالمه آدم حاضرن برای دیدنش پول بدن. وسوسه انگیزه نه؟ همین باعث شد بیشتر از 4 میلیون نفر توی دنیا واردش بشن. مثل الکساندرا یانکولسکو، ورزشکار رومانیایی که میگفت به جای اینکه گارسونی کنم از بدنم پول در میارم. این یه بیزینسه. ولی آیا واقعاً یه بیزینسه؟ یا یه بازی خطرناک با روح و روان انسان؟ چیزی که از بیرون آزادی به نظر میاد، در واقع داره یه چیز دیگر رو آموزش میده. داره به نسل جدید یاد میده که بدن سرمایه است و وقتی بدن بشه ابزار پول، رقابت شروع میشه. هر کسی میخواد از بقیه جلو بزنه، یکی جذابتر، یکی جسورتر، یکی مصنوعی‌تر. مثل الیزا سانچز از برزیل که برای جلب توجه بیشتر 19,000 یورو خرج عمل جراحی کرد تا بدنشو بازسازی کنه و ظاهرش کاملتر بشه، فقط برای اینکه بتونه محتوای خاص‌تری بفروشه. اینجا دیگه حرفی از آزادی نمیمونه، اینجا بدن فقط یه محصوله. اما این تازه شروع ماجراست، چون اونور آزادی فقط یه توهمه. اگه تا اینجای ویدیو با ما بودی، یعنی واقعا به دنبال حقیقتی. تیم ما شب تا صبح بیداره تا بتونه همچین محتواهایی برات بسازه. پس اگه دلت میخواد از ما حمایت کنی، فقط با یه سابسکرایب، یه لایک و کامنت ساده میتونی دلمون رو شاد کنی و کمک کنی به ادامه کار. خیلی از خالقان محتوا توی OF فکر میکنن کنترل دست خودشونه، اما در واقع خیلی زود کنترل از دست میدن. کاربران براشون پیام میفرستن، درخواست‌های خاص میکنن و در ازاش پولای سنگین پیشنهاد میدن. اولش وسوسه انگیزه، ولی بعدش میشه اجبار. بعضیا حتی تهدید میشن، مثل شان ماکلر، مردی در انگلیس که چند تا زن رو با عکسای خودشون باجگیری کرد تا محتوای بیشتری براش بفرستن. یا اندرو تیت، چهره معروف اینترنت که در رومانی زنا رو با وعده شهرت فریب داد و مجبورشون کرد محتوای خاص برای OF بسازن. اونا رو از خانواده جدا کرد، کنترل حساباشون رو گرفت و فقط درصد کوچیکی از درآمد رو بهشون داد. اسمشو گذاشتن ایجنسی، ولی واقعیتش چیزی نبود جز بردگی مدرن. داستان ابی فرنس از برایتون رو بشنو. یه مدل که 3 سال تموم توسط یکی از فنهاش تعقیب شد. اون مرد حتی دم خونه پدر و مادرش رفت و وقتی ابی به ایبیزا سفر کرد، اونم دنبالش رفت. ابی میگفت احساس میکردم هر لحظه داره نگاهم میکنه، حتی وقتی تنها بودم. یا ماریا کوارشوک، مدل اوکراینی، بعد از یه مهمونی در دبی ناپدید شد. 10 روز بعد با ستون فقرات شکسته پیدا شد. و مورد عجیبتر، میکیلا آرستم، مدل آمریکایی. یکی از طرفداراش ازش خواست توی یه ویدیو شرکت کنه، اما وسط ضبط اون مرد خفه شد و مرد. مبلغی که براش پرداخت کرده بود $11,000. یه تراژدی واقعی در دنیایی که به اسم محتوا همه چیزو توجیه میکنه. آره، بعضیا واقعا توی OF میلیونر میشن، مثل کورینکوف، مدل آلمانی آمریکایی که فقط تو 48 ساعت بیش از $1,000,000 درآمد داشت. ولی پشت اون اعداد خیره کننده هزاران زن هستن که حتی از حداقل درآمدم کمتر در میارن و برای دیده شدن مجبور میشن مرزها رو جابجا کنن. یکی از اونا آنا پاولی از برزیل بود. برای یه ویدیوی خاص روی بالکن یه هتل توی ریو ایستاد. فقط یه لحظه حواسش پرت شد و سقوط کرد. مرگ در جا، فقط برای یه ویدیو.
خیلی‌ها وقتی وارد شدن حس می‌کردن دارن قوی‌تر میشن، مستقل‌تر میشن، ولی چند سال بعد از جلوی دوربین فرار میکنن. مثل جما لوسی که با OF صدها هزار دلار در آورد، ولی حالا میگه حاضرم همه رو پس بدم، فقط کاش دخترم اون اکسا رو نبینه. اون گفت پول مثل اعتیاد بود، باعث شد از مرزهای خودم عبور کنم. و این حرف فقط از یک نفر نیست، از صدها زنیه که توی مصاحبه هاشون همون حسو داشتن، خالی، آسیب دیده و پشیمون، چون اینترنت هیچ وقت فراموش نمیکنه. OF مثل یه آینه است، ظاهراً درخشانه، ولی اگه دقیق تر نگاه کنی فقط انعکاس فریب رو میبینی. پلتفرمی که وعده آزادی میده ولی در واقع تو رو وادار میکنه هر روز بیشتر خودتو بفروشی. و نسل جدید با این فکر بزرگ میشه که بدنم منبع درآمدمه. اما آزادی واقعی اونیه که بتونی خودت باشی، نه اینکه هر روز یه تیکه از خودتو بفروشی برای چند تا لایک و دلار. به نظرت OF واقعا آزادیه یا فقط یه شکل جدید از بردگی با نور و فیلترهای قشنگ؟ نظرتو حتما توی کامنت بنویس. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. این دوتا ویدیویی که روی صفحه میبینین رو از دست ندید. با حمایت شماست که ما میتونیم این داستانا رو بسازیم و پشت پرده ها رو به شما نشون بدیم.